زمانی که در بوسنی و هرزگوین قتل عام صورت داده میشد، همیشه با خودم سوال میکردم جمهوری اسلامی به چه درد میخوره؟ وقتی خیابونهای فلسطین رو هر روز میبینیم که در کرانه باختری و در نوار غزه بولدوزرها حرکت میکنن، تیغ‌هاشون رو میگذارن، پایه خونه افراد رو ویران میکنن، در مقابل دوربین تمام رسانه‌های جهانی زنان بیرون خونه روی سرشون میزنن، قطر محکوم میکنه، بحرین محکوم میکنه، کویت محکوم میکنه، بیرون از جهان اسلام ژاپن، ایتالیا، سوئد، برزیل هم محکوم میکنن، جمهوری اسلامی ایران هم محکوم میکنه. با خودم فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران به چه درد میخوره؟ فرق بین جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون انسان با 2 ارتش قوی، با یک ساختار مقتدر از نظر سیاسی به نسبت قطر، به نسبت کویت، به نسبت بورکینافاسو که محکوم میکنن، به چه درد میخوره جمهوری اسلامی؟ که یک یهودی گوشه‌ای از دنیا ناخونش در واقع زخم میشه، تمام پیکره صهیونیسم جهانی به صدا در میاد و در کربلا و نجف و در رفح و جنین و غزه و طولکرم بر پیکر فرزندان پیامبر تانک های آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی بر جسد این جوانان ما میرانند و مسئولین کشور ما فقط محکوم میکنند، از سر ذلت دم از گفتگو میزنند. و ای شرم بر شما که همچنان از مدرنیته و دعوت به مدرنیته با گفتگو یاد میکنید. و در تلخترین حالت جوکی رو به خاطر میارم که میگن مردی با زنش داشت میرفت توی بیابون، راهزنا گرفتنش، دور مرد خطی کشیدند، به ناموسش تعدی کردن و بهش گفتن اگر جرأت داری پاتو بذار بیرون، اگر جرأت میکنی پاتو بذار بیرون. حکم رهبران و مسئولین 60 کشور اسلامی حکم اون مردی است که وسط بیابون ایستاده، خطی کشیدن دورش و به ناموس و شرفش از ناموسشون، یعنی وطنشون که یکی پس از دیگری کشورهای جهان اسلام داره زیر شنی تانک های غربی ها در میاد و به زنانشون داره تجاوز میشه در کل کشورهای اسلامی و به اعتقاداتشون داره تعدی میشه، باز هم همه اینها دم از گفتگو میزنن، دم از تنش زدایی میزنن. اینجا فرق بین رئیس جمهور اسلامی ایران با معمر قذافی چیست؟ فرق بین رهبران ایران با رهبران سایر کشورها چیست؟ این بغض فروخورده‌ای که جوانان جهان اسلام گلوشون رو گرفته کجا باید بیرون ریخته بشه؟ 4 سال دارم فریاد میزنم که جهان عموماً و جهان اسلام خصوصاً دنبال یک چریک میگرده، نه دنبال رهبرانی که از گفتگو دم میزنند.